موز بده من عادتش آقا رژیم نیستی آقا سلام خیلی مخلصم گوش سایزی این ویدیو رو پیج کانال خودم کامنت می‌خوایم ببینید مربیتون که سابسکرایب لایک کامنت یادتون نره بقیه داستان خودتون ببینید اینقدری که حامد بلا سر مردم آورده دوباره اومدیم باغ داریم اشغال می‌کنیم غذا به راه همه چی اشغال به راه رفته بالا خوابیده باید یه کاری بکنیم که به قول ما ترکا برنونان جهسین از دماغش در میاریم آره ولی نمیدونیم چیکار الان داریم شور میذاریم ببینیم چجوری اذیتش کنیم جوری که میتونی بلا سرش بیار ما رو تو باشگاه هم خیلی اذیت بردار شما الان باید تز بدین همه رو چزونده همه رو چزونده اینا چیکارش کنیم والا من میگم همانگی یه هم فکری بکنیم همون با هم دیگه نمیدونم به چی حساسه تو داداششی میدی به چی حساسه نقطه ضعفش چیه والا الان تو این هوای سر ریشاش بجونه تو ریشاشو بزنی ریشاشو آرش بلند به موهاش و ریشاش خیلی هست آقا ریشاش اما یه پیشنهاد دیگه دارم همه بچه‌ها رو انداخته تو آب اینم بگم الان وسط آبانیم دیگه وسط آبان سرمایه خفن من میگم بریم همون که خوابه خب روزی با پتوی چیزی برش داریم بریم که همون خواب نمیذاره بابا شکل غریب میکنه خوابه میزنه سنگین نمیتونیم نمیتونیم دست آقا دیگه ماشاءالله من به خودم گفتم زخمی میشی من زخمی تو آقا اومدن غذا بخورن از کارگری بیل کنید خوابه بابا غذاتون رو آقا ببین تو نمیشه بلا سر ما آورده بلند میشه از سر میره میزنه حامد نبودی چند شب یعنی این بنده خدا 3 ماه فقط استعداد منو داره 50 مدل رو من حرکت داره موهای مهدی حسینی رو زد آره خدای همتون چه عقده دارید از ما ببینم همه رو خودت الان تز داری که بندازیمش تو زشته نکنید ولی تو آقا این نفوذی رو بنداز بیرون تو آب انداخته زده تخم ما زیر وزن سنگین هستیم ما رو میخندونه ما یه وزن میفتیم ببین چقدر اذیت میکنه من میگم ببین مثل باشگاه بذاریم زیر وزن زیر اسکار نه اما ریشش یه کاری کنیم ما تناب ببندیمش ریشش اساسه مثلا آبی به تصمیمش نه من میگم با تناب ببندیمش یواش برداریم بیاریم تو زمین وسط هی یهو بیدارش کنیم از پلام خواهی بیاری پایین داشت من بس 4 ساله است شما که وزنه سلام داستان کنه برام سعی چی میزنه چیکار کنه آزای چیکارش کنیم یهو وسط حیاط بعد بیدارش کنیم فرار کنیم همون دیگه یه چه تزیه یعنی کوپ میکنه دیگه کوپ میکنه آتیشش میزنه کوپ چی میکنه دیگه نه حال که بندازش تو آتیش آتیشش بزن همون ریشاشو بزن آتیش میزنه چه برادری از این ریشاشو بزن ماشینم هست آقا مهدی پاشو بزن آره بهترین راه همون ریشاشه با اونم عشق ریشاش عشق میکنه با ریشاش که اساسه یه مقدار دور موهاش رو من کردم آقا تو میگم نشتم یه موقع بیدار میجان من نیستم دارم داشت شما نباشید که لنگر تیم گلندی آجی ما فقط پشتون به شما گرمه من میگم شوخی نکن بابا آقا اون ماشینه ماشین آوردم به خدا ماشینش حاضر میگی آقا بذار ماشینه رو آقا شر میشه ببین آقا شارژش هم پر آماده ریشاش بشین بابا بشین بذار غذامون بخوریم مثلا بیاد زدال میزنه بذار غذاشون رو بخورم نه بریم تا گرمه چیزی یه ذره خواب سنگین شه اون خیلی وقت خوابیده 2 ساعت بریم با هم نکشیدش دفعه پیش آقا همینی نیومد این دفعه داره میاد این دفعه داستانه معلوم نظر آروم برید بالا برید بالا برو سری برو در جریان باشید که فیلم بردارم
آقا سلام علیکم. خیلی خوش اومدی. آمد چه ریشای قشنگی داشتی. از شما ده نکنید. ریشامو زدی؟ چه موهایی داری؟ بیا تو گوشی رو نگاه کنه. بیا تو گوشی نگاه کنه. بیا تو گوشی نگاه کنه. آقا من گفتم نه. هیچی نیست. یه کوچولو داشته. یه کوچولو مهدی باش شروع کرد. کی بود شروع؟ داداشو میگه مهدی داداش. داداش. چیزی نیست. یه آرایشگاه می درست میشه. آقا چی رو زدی آخه؟ بابا آمدی گفت. با دو روز دیگه من کلیپ دارم. آقا یه ذره بغل همین شو در میاری ول کن یه تو بابا چیه مگه خب جمعه داشت شد نه بچه رو اذیت کردی تو آیا بیان کن بابا برو گم شدی بابا بابا من نایشتاق çoğusan sen korkun çıkartmışsın من چه گناهی کردم همه جا فیلم من در معرض خطرم کی داد دست من یا خواستم ببینم آمد خود برو باش دوباره من رفت خر رو باش دادم آسکی دارم اینجا دل میسوزونم ول کن بابا آمد بیا چیز نیست ریشامو زدی؟ من گفت نه یه ریشامو زدی؟ تو داداش منی؟ راست میگی ریشای منو زده؟ تو داداش منی؟ نه آشامه آسون ناره اولوده سنده چه بگه یه بار تو یه زده اصلا کرده نه میدیم آرش درست میکنه نباید میزدی بیا بچه همه دل نره داداش دیگه شده دیگه شوخیه بیا رو چیزی نیست من پشمام ریخته این داداش من این چه کاری میکنی؟ سویچو بیار من برم سویچو ماشین بده من برم آقا چقدر مهم آقا سویچو ماشین داشت بدی برو از راه ترپاس بذار برم برو امام حسین بذار برم برو اول پس بذار برم بابا خوابیده بودی خواستیم خوابت بپره داداش ماه همه رو زدی دیگه بالاخره چیزی که اول داره گلی نداره نه تو با شما اذیت کردیم ما زیر بسته میذاریم میشه میره تو استخ و حال داستان هست دیگه گوشی رو بده زنگ بزنم آرش بیاد ریشامو درست کنه هیچ وقت فکرش نمی‌کردم میگم بده زنگ بزنم با آرش بیاد ریشامو درست کنه جا جمع کن جا جمع کن خیلی آدم جنبه نداری وحشی بازی ها چه در میاری؟ دست میندازی گوشی میشکونی خب باش خفه شو تا یکی خفه شو شوخی ها کردیم اما خفه شو صورت تا بشین داداش چیه داده میداد؟ خفه شو بابا خفه شو چی میگی تو؟ برو
آوردی؟ بابا چه تا پول گوشی رو خراب نکردی؟ دست درد نکنه. اب نداره آمد بد کن دیگه با ترش خراب نکنید دیگه شوخی کردی زد صورتمون سرویس یه دستمال بیار محمد یه دونه دستمال بیار حامد بس کنید دیگه بیا برو باشه مردی بس کن یه کلید سوئیچ به من بدی من برم نمیخواد برو بیا بریم فقط چه دیگه تو رو اول فصلی بیا حالا مهدی بس کن بچه شدی چی شد سعید بریم بس بهتون میگم شوخی نکنید دیگه یه ساعت دو صورت زدم بیا آمد نه چیزی نیست یادی داره نه چیز ناخونه بذار یه ذره بشادیم بیارم یکی این ماشین اولیه رو برداری من ماشین بیا بیا یه چیز دیگه حالا حالم اصلا خوب نیست شوخی کرد به قرآن یه چیز دیگه دلم گرفت اصلا حالم خوب نیست اجازه بدی من برم تو رو اصلا نه داداش اصلا اجازه بدی من برم تو رو قرآن اجازه بده تو رو یه چیز دیگه داشت بدید تو بزرگی من داداش من نوکرتم هستم داداش بذار من برم بذار نکنید شوخی برو بذار من یه چیز دیگه فردا میشیم صبح یکم حالم خوب نیست بذار من برم بهش با اینم یه زده بابا ول کن دیگه آمدی بزرگ ما دوستان تاج سر ما هستن آقا سعید آقا مصطفی آقا جمیل داش مهدی آرزا آقا مرتضی تک تک و اینکه من حالا بیادبی کردم آمدی صلاح دونست حالا هر اتفاقی افتاده آمدی بزرگ من داش بزرگ من حالا شاید نیاز به تنبیه داشته باشم من نوکرتم و به هیچ هم ربطی نداره و راضیم به رضای خدا که کتک خورد من نوکر سلام منم میبخشم اشاره از این جیب به اون جیب بود گوشی ولی زدی موهای من رفت ریشای من رفت ولی خب میگه که زدی ضربتی نوش کن دیگه این همه شوخی میکنیم باید جنبه شوخی هم داشته باشیم به نظر من دیگه اختتامیه شوخی خرکی ها رو باید اینجا بزنیم دیگه آقا یه صلوات بفرست یه تو یوتیوب نباید از این کلیپ ها بزنیم از این کلیپ ها دیگه تو یوتیوب باید دیگه تعطیل بشه چون دیگه شوخی ها باید بیاد سمت خودت تو هم که جنبه نداری هر سری یه من جنبه دارم دیگه این صورت رفت موها رفت این به نظر من پسندیده نیست آقا مرسی که ما رو نگاه میکنین لایک کامنت سابسکرایب نصف من رفته دنبال لایک و کامنت و سابسکرایب بیشتر آمدی هم البته آقا فردا سرت از اینا زیاد اومده رفته دیگه 50 تومن چیزی به قرآن اسپانسر برنامه‌مون میده آفو توی